دوستان ارجمند، این کتابخانه من است که چند سال پیش بعد پس از تعمیر بار اول به شما نمایش داده بودم. حالا بعد از تعمیر و بازنگری جدی از نو به یک حالتی بسیار هم خوب آورده شد و حتی گویا که به یک آثارخانه خرد تبدیل یافت. تا کتابچه های معیده ترین اینجا هست که خیلی کوچک است و کتابچه های خرد و تا به البته ماهنامه ها می رسد. من بعد قسمت اساسی کتابخانه اینجاست. کتاب ها با زبان های تاجیکی، روسی، عربی، ازبکی و خط های فارسی. حالا دوستان صفحه کتاب ها خیلی افزوده است. صفحه کتاب های کلان حجم، انسیکلوپدیا ها و البته کتاب های حجما کلان. و از بس که کتابخانه است و یک فیض و شکوه دارد، الکه مثلا اینجا شیرینک های ما از پی درسند، از پی نوشتن هستند، چون فضای به نوشتن و به خواندن مساعد است. این است همان کتابخانه کوچک ما که 2000 کتاب دارد. و البته اینجا یک سلسله دستاوردهای ما، مقاله و شعرهای چاپ شده ما در روزنامه و ژورنال های گوناگون، افتخارنامه های ما از خارج و داخل کشور. و این سال است که کتاب بهار آوردن آسان است کتاب سال شد. این شاه جایزه از روزنامه جمهوریت است. این از بنیاد ژاله اصفهانی از لندن رسیده است. این لوحه دیگر این کتاب های است که ما تهیه کردیم، مؤلف هستیم، محررش هستیم. من این دیپلم خودی از مسکو اومد برای سلسله مقاله ها درباره 75 سالگی غلبه سال 2021. این اولین کتابچه ما همبار ترنه ها. این دویم کتاب ما بهار آوردن آسان نیست و این سیوم کتاب ما ساغری صدا، سه مجموعه شعر ما. این لطافتی باران سر خاطره های ما از کار و فعالیت و مهربانی های معلم لطافت که اینجا درباره ما. این کتابچه ما که سیف الله قلیف به زبان ازبکی ترجمه کرده است، مجموعه شعر ما. این کتاب دیوشتیچ و این تازه ترین کتاب ما تومار است که شما میدونید چند پیش چاپ شد. نامه های ما به عنوان دختران ما است. و این روزنامه جمهوریت، روزنامه که ما کارمند و پرورده همین مکتب بزرگ هستیم. این کتاب نامه به 5 شعر است که ما همراه ابراهیم جان تهیه و نشر کردیم. این کتاب مشعل افروز معرفت است که درباره استاد رستم جان حسنوف نقل میکند. این کتاب بابای ما است که تازه چاپ شد، گرم به دست ما رسیده است. دیگه این ژورنال ها هم مطالب و شعرهای ما را فرا میگیرند. این شهادت نامه جوی کار ما از روزنامه جمهوریت. این بهترین شعرهای من. با اینها کتابخانه من گویا که حسن انجام می‌یابد.